سلام بینندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 15 اکتبر است و ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می‌توانید تماشا کنید. پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف سازمان‌های مخالفین در خارجه امروز در بیانیه رسمی حلنامه دادگاه عالی را حیرت انگیز و غیر کانستیتوسیونی خواندند. مسئولان پیمان ملی میگویند نه تنها امکان برایشان داده نشد که با وکیل خود در مرافعه دادگاهی که پروندهش در آن محاکمه شده است اشتراک کنند، بلکه حتی پیش از قبول این قرار هیچ خبری درباره آنها نداشتند. یادآور می‌شویم که دادگاه عالی روز 11 اکتبر با نشر بیانیه رسمی گفت عریضه دادستانی کل را درباره اتحاد تروریستی اکستریمیستی اعتراف کردن تشکیلات پیمان ملی تاجیکستان قانع کرده و از روز 15 اوگوست امسال فعالیت آن را در قلمرو کشور منع کرد. تاجیکستان 90مین سالگرد تأسیس یابیش را همچون جمهوری سوویتی سوسیالیستی جشن گرفت. 90 سال قبل در نتیجه تقسیم حدود دولتی و ملی آسیای میانه جمهوری سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس داده شد و در خریطه اتحاد شوروی جای گرفت. تاجیکستان تا این وقت همچون جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در هیئت جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان جای داشت و جمهوری علاهیده نبود. مرز تاجیکستان تا سال 1929 از ولایت‌های قراتگین، کولاب، قرغان‌تپه، وادی حصار، ناحیه پنجکن، اوراتپه و قسما ناحیه سری آسیا عبارت بود. بازگو کردن مشکلات اجتماعی یا غیرقانونی پهن کردن معلومات شخصی. دادگاه ناحیه سینا باید در مورد عملکرد 4 بلاگر تاجیک حکم خود را صادر کند. این بلاگران ماه ایول با هدف انجام یک نوار تجربوی زنهایی را که از آنها فاحشه نام می‌بردند در خیابان‌های پایتخت سوار ماشین کرده درباره نرخ و خدماتشان پرسیدند. چهره زنان پوشیده بود، اما با این وجود به گفته مقامات انتظامی آنها از بالای بلاگران شکایت بردند و امروز در مرافعه حضور داشتند. تفصیلات این موضوع را در برنامه اخبار برایتان بازگو خواهیم کرد. در برنامه امروز موضوع سود و زیان واردشوی تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا را نیز بررسی خواهیم کرد. طوری از مراجعت‌های بیشمار به رادیو آزادی برمی‌آید بیشتری طرفداران شامل شدن تاجیکستان به این اتحاد مهاجران کاری تاجیک میباشند. مهاجران امیدوارند که با این وسیله بود و باش و فعالیت آنها در حدود روسیه آسان می شود. اما آیا در اصل چنین است؟ در مثال کشورهایی که در این سازمان شاملند خواهیم دید که این دولت‌ها از کدام آزادی برخوردارند و از پیوستن به این سازمان چی سود دیدند. جوگیان در افغانستان شکایت میکنند که از حقوق بنیادی شهروندیشان محرومند، ولی مقامات برعکس میگویند جوگیها مثل شهروندان دیگر افغانستان از تمام حقوق برخوردارند. به نقل جوگیانی که در منطقه چمن شهر کابل زندگی میکنند، آنها بعد از آمدن بلشویک ها از قلمرو تاجیکستان به افغانستان گریختند. حالا این قوم چی روزگار دارند میتوانید بعد کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری تماشا کنید. و اگر برنامه امروزه ما را تماشا کنید، نوار را از بازداشت مار عظیم کبرا در جویبار کنار فروشگاه نمایش میدهیم. عملیات بازداشت با دشواری پیش رفته تخمینا 1 ساعت ادامه یافته است. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی تازه روی داد، حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراهی کنید.